حرکات 4 رو آموزش بدیم. امروز اومدیم براتون دنده به دنده، دور و 3 و 4 زدن رو یاد بدیم. خب مطمئنا دنده 2 هستش، کلاس رو بازم میگیریم، بعد بازم همون موقع دنده میزنیم. الان دنده کلاس رو یواش یواش بید میکنیم. الان دنده 3 هستش. حتما توسط داشته باشیم که جاهای مختلف دنده بزنیم. مثلا الان اینجا خاکی، خب پای خاکی دنده شما 2 باشه یا 1 باشه، مثلا 3-4 باشه حرکت نمیکنه، مثلا بازو حرکت میکنه. حتما باید دنده 2 یا 3 باشه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه.